Radio. ببین میدونم اینو حتما نباید بهت بگم، راستش یه مشکلی برای من پیش اومده که نمیتونم به برنامه امشب برسم. گفتم اینو بهت خبر بدم که منتظرم نمونی. ببخشید واقعا من قربونت برم. من مگه میشه من به تولد قشنگترین دختر دنیا نرسم؟ عزیزم من فقط توی یه ذره ترافیک الان یه ذره دیرتر میرسم. گفتم اینو بهت بگم و در ضمن کیکم گرفتم، خیلی زود میبینمت. حتما یه چیز با ارزشی داره دیگه بگرد. ببین اول بریم بالا پشت اون دیگه مجبور شدیم بریم اونجا. اول نریم حواستو جمع کن. خوبی تو؟ حالا میپرسی؟ ما الان شنیدم وایساده بودم اونجا. یه ساعت جونم بالا اومده الان شنیدی. الان باز شروع کن پیش آروم. من رفته بودم که پایین بودیم. نه بیا برو اون پشت ها هست. بیا جلوفن داری تو؟ نه خوبی تو؟ سالا خیلیت. نگی خبریه؟ با چی خبری؟ نگی؟ دارم. بیا چیه؟ نگوزشته. چی میگه خبریه چیه؟ نمیدونم از دختری یه چیزی میگه. خب راست میگه تو واسه چیه یوغ بزنی؟ ازم حالم بده. چرا روغ میزنم؟ خب کمتر بخور. وای خدا وقتی تو میفهمی جمع ندی باید کمتر بخوری. پلیس الان پایین واسطه دهن ما داره سرویس میشه. تو الان مشکلی چه که ربطی داره؟ من رفتم با تو دارم به تو میگم. از چی باید اینا رفتن الان. چی شده؟ سید در اومد انگار چند نفر رفتن پایین. کجا؟ نگی؟ چی شد نگی؟ خوبی تو؟ انگوش بزن بالا بیا بهتر. سرت میگیره؟ ببین تو باید یه تیکه کرده بخور. خب بذار رفتم بیارم درمون. بذار کاغذ بیارم. سلام. ببخشید بعد موقع مزاحم شدم فکر کنم. آره ما دوستای رویا جونیم، همسایه طبقه پایینیتون مهمونی بودیم، بعد پلیسا اومدن مجبور شدیم بریم پشت بوم. نگی بیا. این دوستم حالش بده یکم، گفتم که اگه میشه ما بیایم تو آقا براش درست کنم حالش بهتر شه. بچه‌ها بیاین. سلام. اینجا چراغ نداره؟ ببخشید دستشویی کجاست؟ چرا؟ مستقیم دستشویی. فقط کلید برق اینجا کجاست؟ اونجا. حمومه. در پشتت دستشویی نگاه. بله ببخشید. خب ببخشید من قند از کجا بردارم؟ قند از کجا باید برداری؟ از تو کابینت بگرد پیدا میکنی. اما عجله داریم. یه لحظه بیا اینجا. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. فقط اگه کاری ندارید بفرمایید. چشم دوستمون یه ذره حالش خرابه، الان خوب میشه میره. بازم مرسی. الو رامی؟
بابا کیکو ول کن، مأمور اومده در خونه. رامینه. چه میدونم صدا ضبط زیاد بوده، زنگ زدن یه ساعت پایین وایسادم. آره بگو نه اصلا. آره رویا هم اینجاست. سر کوچه خب بمونم اونجا، مأمورا رفتن. کجا بیای؟ کجا بی با حرف درست؟ اصلا ما پایین نیستیم، ما بالاییم. خونه مردمی. آقا بیا چیو میخوای درست کنی؟ چیو میخوای؟ بیا زنگ بالا رو بزن. چیو میخواد درست کنه؟ الان گفت میخواد بیاد. آره. خب چی کار کنه الان؟ آقا ببخشید با اجازه. سلام همسر. کار شما خوبه؟ بله. شبتون بخیر. شما مال این ساختمونی؟ من بله. کدوم طبقه؟ طبقه دوم. طبقه اول کیه؟ طبقه اول. اینا تازه اومدن، خیلی نمیشناسم. مشکلی پیش اومده؟ نه. چطور؟ همینطوری. بفهم. با اجازت. اجازه؟ با اجازه. جناب سرمون چیزی شده؟ ببخشید. نه. چطور؟ همینطوری گفتم اگه چیزی شده من کمکتون کنم. گزارش یه مهمونی رو دادم. سر صداشون مثل که زیاد بوده، همسایه‌ها شاکی شدن. این طبقه اولیتون چراغش روشنه. من هر چی زنگ میزنم درو باز نمیکنه. نمیدونی کجا؟ نه جناب سرمون، من از کجا بدونم؟ آدمای بدی نیستن ها. معمولا صدای موزیکشون زیاده. فکر نمی‌کنم مهمونی باشه. حالا میخوام من تذکری بهشون میدم. نه شما نمیخواد. من چه کارم پس؟ شما هیچی بهشون نمیگین؟ ما رو اذیت نمی‌کنه آخه. دارم میگم نه یا میگم میخوام بیام درستش کنم. چی میخواد درست کنم؟ نه یا بالا. چی شد؟ نسیم بیا. چی شد؟ مامورا با رامین اومدن تو. یه چی اومدن تو؟ حواست باشه. چی میگه مامورا اومدن تو؟ الان دارم میریم بالا. نه پایینم فعلا. الان باید پاسوس شما بشیم. چه ربطی داره؟ مثلا مأمور اومد بالا ما رو گرفت، میگم شما با ما نیستی خوبه؟ الکی برای ما شهر درست کردیم. شاید همسایه ها بودن جناب سرمون. ساکته اینجا که. معلوم میشه. رویا جان یه صبر کن، بچه ها نمیتونستم حرف بزنم. چی شده؟ آقا به من چه ربطی داره؟ رامین گیر داده میخواد بیاد بالا. نه ما اصلا بالا نیستیم، رفتیم پایین. من در باز نکردم، خودشون بودن. من وقتی در باز نکردم رامین از کجا بفهمه؟ چی شد؟ صبر کنید به بچه ها بگم. چی بود؟ حتما خانومم بوده، در باز کرده نرفتم بالا، نگران شده اومده تو راه. معلوم میشه. بفهم. سلام. نگفتم جناب سرمون. سلام، چیزی شده؟ نه چیزی نیست. سلام خانم، شبتون بخیر. باش آقا حله. بفرمایید. بله بچه کجا؟ بفهمید دیگه. بله. برو از پنجره ببین رفت. چی؟ میگم برو از پنجره ببین رفت. همینجوری سرشونو میندازن پایین میان اینجا. الان اگه این اومده بود اینجا پای ما هم گیر بود. پای ما هم گیر بود یعنی چی؟ مگه دزدی کردیم؟ خدا رو شکر اتفاقی هم که نیفتاد. خدا رو شکر. همین رفتش؟ خیلی خوب بفرمایید، بازی تمام شد. مسخرهشو در آوردن. این میره اون میاد، اون میاد این میره. بفرمایید بیرون. بفرمایید.
شما هم میخوای بیای تو کاروان سراست دیگه. ببخشین شما؟ بفرمایین بیرون. باشیم بریم کلید بابا اینجا رو بچه‌ها. کجا بردی؟ میگم بهت. با نیستن؟ میگم بهت بگو الان. سروش کلیدا کجا بردی؟ خب برو نگاه کن حرف بزن. سروش ولش کن. کلیدو من دادم بهش. یعنی چی؟ بچه اینو دویدن رفتن درم نبستن. این دوتا اصلا پسرای آقای نصیری نبودن. یعنی چی؟ از کی بودن؟ کجا رفتن؟ رفتن پایین دیگه. آقا من نگفتم اینا دزدن. هی گوش نمی کنید. الان زنگ بزنیم پلیس. رویا ببخشید مجبور شدم. نه بابا من بیشتر نگران این دوستم. چه میدونم جا پیدا نکرده. داره جمع میکنه کم کم. داستان نشه برات این دوستا. چی شد رویا زنگ نمیزنی به پلیس؟ نه عزیزم فعلا زنگ نمیزنم. سروش چی شد؟ رفته بودم بابا. کلید اینجا دستتو چیکار میکنن؟ میگم بهت. میگم کلید اینجا دستتو چیکار میکنن؟ میگم بهت. همین الان بگو. رامین امروز آقای نصیری اومد جلو در خونه گفت این کلید خونه ما خانمم اومد لطفا کلیدو بدین بهش. یعنی چی؟ یعنی همین. چی فکر کردی پیش خودت؟ یعنی الان نمیدونم ما اینجاییم؟ نه نمیدونم. خب زنگ میزنیم پلیس میگیم دزد اومده. ما که دزدی نکردیم. چی میگی؟ نمیگه شما اینجا چیکار میکنید؟ حالا نگران نباشین شما رفتین من یه کاری میکنم. تو چی کار میکنی؟ زنگ میزنم بهش میگم دزد اومده خونت بعدم زنگ میزنم به پلیس. نمیشه زنگ بزنی پلیس ما رو اینجا دیده بیاد فکر میکنه ما دزدیم. کجا دید؟ همینجا جلو در دیگه بهت گفتم که بچه‌ها اومده بودن تو ما موندیم پشت در بعد دیگه کلید انداختم بیایم تو مثلا بگیم اینجا خونه ما شک نه نکنه. بابا یادش نیست. چی یادش نیست؟ دوست از زور زده بود تو چشامون نگاهمون میکرد یادش نیست. اصلا از کجا معلوم زنگ بزنیم دوباره همون یارو پاشی بیاد؟ اینجا 20 گشت که نداره دیگه همون یه نفر میاد. بابا باور کن اگه خودمون دزدی می‌کردیم اینقدر دردسر نمی‌کشیدیم. سروش من به تو نگفتم صدا ضبط زیاد نکنیم دردسر میشه میان اینجا. کجا بریم؟ عزیزم الان کاری هست. حامد راست میگه برین کاری ندارین که. الان زنگ میزنی به یارو؟ نه الان زنگ نمیزنم. چه جور آدمیه؟ نمیدونم خیلی که نمیشناسمش. یه چند بار با خانمش تو راه پلا دیدم به نظرم آدم بدی نیومد. میخوای الان زنگ نزنی؟ نمیدونم واقعا الان مغزم کار نمیکنه. بابا وای حامد گیر دادی یا روی جون ببخشید دیگه ما بریم. عزیزم تو ببخشین بار اولی بود که میومدی خونه ما اینجور شد. کیک نخوریم حالا؟ کی چیه تو این وضعیت؟ دیگه تولدش چه بده من تو ماشین بیاد. نه دیگه الان وقتش نیست. چرا؟ ببخشید من یکم به هم ریختم. ولی مرسی اومدین. من نمونم میشه؟ نه مرسی. الان میام پایین وسیله‌هاتون میدم. پس بذار من برام کیکو بیارم با هم دیگه تولد بگیریم. رامین ببخشید ولی فکر کنم تو هم بری بهتر باشه. منم برم؟ واسه چی؟ نصیری اگه بیاد ببینتت اینجا یکم برام بد میشه. برات بد میشه؟ باشه. بچه همینجا وایسی من برام ماشینو بیارم. رامین ما ماشین میگرفتیم میرفتیم. یا مزاحمت نشیم. میرسونم. مرسی.
کلید رویا رو بدم بهش یا بده من میبرم. خودم میدم. نه تو برو بشین تو ماشین، رامین میاد. من الان میام. نگین زنگ زدی آقای نصیری؟ ترسیدم. آره تو راه. چرا نرفتی تو؟ دست نگین جان. این اون عروسکی که تو برام خریدی نیست. رامین با مامانش راجع به تو حرف زده. امروز بهم گفت. عجب خریده نه؟ یعنی چی؟ تو راست میگفتی. اخلاق آدم ها عوض نمیشه. میگم یعنی چی؟ رامینو که دوست داری. دردت دیگه چی؟ شارژ ساختمونتونه. رو زمین افتاده. الان سنگ خودتو به سینه میزنی یا رامینو؟ ببین خودت رامینو یه جوری بپیچون وگرنه خودم یه کاری میکنم بپیچونت. الو. سلام. دزد اومده بود خونت. فرار کردم. چی مثلا؟ هیچی نیست. الو رویا میشنوی صدامو؟ الو رویا میگم هیچی نیست. الو نه چیزی نیست.